سنگ صبور فیلمی درام و جنگی که به زندگی یک زن افغان پرداخته و مشکلات اون در طی 99 روز سختی رو به تصویر کشیده. این فیلم در مورد فداکاری‌های زنی گفته که حاضر شد برای نجات شوهرش نقش یک فاحشه رو بازی کنه. جانمو میفروشم. جسمم به مردم لذت میده. فیلم با یه زن که در حال پرستاری و رسیدگی کردن به شوهرشه شروع میشه. اون به خاطر وضعیت جسمی شوهرش مجبوره تا توی همون خونه بمونه و کارهای مربوط به شوهرش رو انجام بده. اون هر روز دعا میکنه تا شوهرش خوب بشه و از خدا طلب معجزه داره. از طرفی شوهرش نه قطع نخاعه و نه چیز دیگه‌ای، فقط بی حرکته و قادر به تکلم هم نیست. دکتر اون روستا هم به زن گفته بود که شوهرش نهایتاً تا 12 الی 13 روز بعد از حادثه قرار خوب بشه، اما بعد از گذشت 16 روز هنوز هم خبری از بهبودی نبود. اون زن و مرد 2 دختر بچه 3 تا 5 ساله داشتن که با توجه به سنشون نمیتونستن کمک خاصی به مادرشون بکنن. وقتی که شب میشه اون 2 دختر به مادرشون میگن که گرسنن و طلب غذا میکنن، اما مادرشون که میبینه چیزی تو خونه نداره هر طور هست اونا رو میخوابونه و توی روز بعد برای گرفتن سرم شوهرش به داروخونه میره. اما مغازه‌دار هم درخواست اون رو رد میکنه و بهش میگه باید بدهیشون رو پرداخت کنن تا بتونن دوباره جنس بگیرن. زن با ناامیدی به خونه برمیگرده و وقتی میبینه دیگه سرمی ندارن با قند و آب سرم درست میکنه و به شوهرش میده. وقتی میبینه هیچ پولی براشون نمونده تصمیم میگیره تا پیش عمش بره و از اون درخواست پول کنه، اما وقتی به در خونه عمش میرسه متوجه میشه که اون چند وقتی رفته و خبری ازش نیست. ناامیدتر از قبل به خونه برمیگرده و این قضیه رو برای شوهرش تعریف میکنه. زن بهش میگه اگه برادر و مادرش مونده بودن و اونا رو کمک میکردن هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد و دقیقاً همینجاست که متوجه میشیم مرد به خاطر اینکه یه نفر به مادرش توهین کرده بود باهاش درگیر شده و تیر خورده. و این قضیه مسخره است که یه مرد توی سالها جنگ با طالبان حضور داشته و توی خط جنگیده ولی به خاطر یه توهین زمینگیر شده و کاری از دستش بر نمیاد. تو گفتن چیزی نده. یه روز میگذره و توی روز بعد وقتی زن توی خونه نیست بچه ها به اتاق پدرشون میرن و سرمی که به دهن پدرشون وصل بوده رو در میارن، اما مادر به موقع میرسه و نمیذاره بیشتر از این پدرشون رو اذیت کنن. همین موقع است که مولا برای خوندن دعا به خونه اونها میاد، اما زن که آمادگیش رو نداره به مولا میگه که توی دوره ماهیانه است و به خاطر به اصطلاح نجس بودنش نمیتونن اون روز مراسم دعاخونی رو برگزار کنن. متاسفانه یا خوشبختانه گردن اون مرد به شکلی ضربه خورده که نه میتونن تیر رو در بیارن و نه میتونن همونطور به حال خودش رهاش کنن که این قضیه زندگی رو برای اون زن و شوهر چندین برابر سخت‌تر میکنه. مدتی میگذره و حمله هوایی شروع میشه. همه همسایه ها و اون زن به همراه بچه هاش به پناهگاهی که در زیر زمین قرار داره میرن و برای چند ساعت اونجا میمونن. همه چیز که به حالت اول برمیگرده، زن برای چک کردن وضعیت شوهرش به خونه میره و از بابت سلامتی شوهرش خیالش راحت میشه. ولی انگار هنوز هیچی به حالت اول برنگشته بود و صدای چند شلیک به گوش زن میخوره. اون هم هر طور هست خودش رو به زیر زمین میرسونه و پناه میگیره. در همین حین چند سرباز وارد خونه اونا میشن و پیرمرد رو چک میکنن، اما وقتی متوجه میشن مسلمونه اون رو نمیکشن و به همون برداشتن ساعت و انگشترش قناعت میکنن.
مدتی بعد زن دوباره به خونه برمیگرده و متوجه میشه که چند نفر به خونه اومدن، حلقه و ساعت شوهرش رو دزدیدن و بعد از اونجا رفتن. اما این قضیه بدترین اتفاق ممکن نبود و وقتی زن به حیاطشون میره متوجه میشه که 2 مرد و 1 دختر جوان که همسایشون بودن به شکل وحشتناکی کشته شدن و مادر اونها هم به خاطر این قضیه دیوونه شده. زن که میبینه دیگه نمیتونه اینجوری ادامه بده، تمامی وسایلهاش و دختراشو برمیداره و به خونه قبلی عمش میره. اما اون زن بهش میگه نمیدونه عمش کجاست و اونو رد میکنه. زن هم که دیگه جایی برای رفتن نداره همونجا روی پله میشینه و جایی نمیره تا اینکه بالاخره اون پیرزن درو باز میکنه و یه آدرس از عمش رو بهش میده. زن هر طور که هست خودش رو به عمش میرسونه و قضیه رو براش تعریف میکنه. عمش هم میگه خودش زندگی سختری داشته، به شکلی که توش مجبور شده ناپدری خودش رو بکشه تا مادر و خواهرش در راحتی و آسایش باشن. حالا هم مجبور شده به این هتل بیاد و به دور از چشم آشناها زندگیشو بگذرونه. زن که میبینه نمیتونه با وجدان خودش کنار بیاد به خونه برمیگرده و همه چیز رو برای شوهرش تعریف میکنه، یه جوری که انگار با این کار سبک میشه و زندگی براش قابل تحمل تره. زن به شوهرش میگه توی این 10 سالی که با هم ازدواج کرده بودن هیچ وقت یه روز خوش نداشته، حتی توی روز عروسیش که به دلیل رفتن مرد به جنگ مجبور شد تا کنار عکسش بشینه و مراسم رو برگزار کنن. اون ادامه میده که توی 3 سال اولی که توی جنگ بود و برنگشته بود زندگی سختی رو به همراه خانواده اون سپری کرده، به شکلی که حتی برای رفتن به حموم هم از دست برادر شوهرهاش آسایش نداشته. مدتی که میگذره زن با خودش میگه اصلا نمیدونه که چرا داره این چیزا رو برای اون تعریف میکنه و هرگز قصد این کار رو نداشته. زن که نمیتونه حرف زدنش رو متوقف کنه به شوهرش میگه خودش هم توی خانواده خوبی بزرگ نشده، به شکلی که پدرش بیشتر از اونها عاشق بلدرچینهاش بود و کارش شده بود شرط بندی سر جنگ بلدرچینها. پدرشون یه روز خیلی به خودش مطمئن شد و سر دختر بزرگش شرط بندی کرد، ولی متاسفانه باخت و بعد از اون بازی خواهر 12 سالش رو به عقد یک مرد 40 ساله درآوردن. اون زن هم که میترسیده نفر بعدی خودش باشه در قفس بلدرچین ها رو باز میذاره و گربه تمامی اونها رو میخوره. همینطور داره خاطراتش رو با شوهرش مرور میکنه که با خودش میگه این مرد تا حالا هیچ وقت مثل زنش با من رفتار نکرده، برای همین سرم رو از دهنش خارج میکنه و از خونه میره بیرون. قضیه رو به عمش تعریف میکنه و میگه نمیدونه چرا داره همه چیز رو به شوهرش میگه. عمش هم میگه اون برای تو مثل یک سنگ صبور شده که تمامی درد و دلها و مشکلاتت رو بهش میگی و اونم با گوش شنوا همش رو میشنوه. زن هم که میبینه خیلی از درد و دل کردن با شوهرش لذت میبره دوباره به خونه برمیگرده و بعد از شستن بدن شوهرش اون رو برای اولین بار در طی 10 سال زندگی مشترک میبوسه. بعد از مدتی دوباره شروع میکنه و حرفاشو به شوهرش میزنه، اما همون موقع است که مولا دوباره به در خونه اونا میاد و میگه برای خوندن دعا اومده، اما زن دوباره بهش میگه توی دوره ماهیانشه و نمیتونه اون رو بپذیره. زن که میفهمه شهر پر از سربازای جنگی شده به خونه برمیگرده و برای اینکه شوهرش رو نکشن اون رو یه جا قایم میکنه. اما در همین لحظه است که چند سرباز به خونه اونا میان و از زن در مورد اینکه شوهر داره یا نه و یا اینکه اونجا چی کار میکنه سوال میپرسن. زن هم برای اینکه باهاش کاری نداشته باشن به اونها میگه که یک زن بیوه است و اون خونه محل کارشه و توی اونجا تن فروشی میکنه. اون سربازها هم که مسلمونن و این کار رو خوب نمیدونن با اون کاری نمیکنن و فقط روی صورتش تف میندازن. خوب شد که گفتی، اگه نی بر تجاوز میکردم.
شب که میشه زن پیش شوهرش میره و دوباره چند تا از خاطراتش رو بهش میگه. صبح که میشه اون صدایی رو میشنوه و از ترس اینکه سربازا باشن شوهرش رو مخفی میکنه. همون لحظه است که یکی از سربازای جوونی که توی روز قبل به همراه فرماندهش به اونجا آمده بود به اون خونه برمیگرده و بعد از دادن پول سعی در برقراری رابطه با زن میکنه. اما چون بار اولشه تا شلوار زن رو در میاره و خودش رو روی اون میندازه ارضا میشه و بعد از مدتی هم اونجا رو ترک میکنه. زن هم بعد از اون اتفاق به حموم میره و خودش رو میشوره. بعد هم پولایی که اون سرباز داده بود رو برمیداره و باهاش سرم جدید و غذا میخره. روز بعد دوباره اون سرباز جوان به اونجا میاد و با دادن پول باهاش رابطه برقرار میکنه. زن هم که خیالش از بابت بی حرکت بودن شوهرش راحته میاد و همه چیز رو راجع به اون پسر به شوهرش تعریف میکنه و حتی بهش میگه که کارش توی این قضیه چندین برابر بهتر از اونه. ولی دوباره همینجاست که متوجه میشه چه چیزی رو داشته به شوهرش میگفته. برای همین سریع از جاش بلند میشه و شروع به خوندن قرآن و طلب بخشش میکنه. روز بعد وقتی به بیرون میره متوجه میشه در خونهشون درست شده و تمامی فرنسها مثل روز اول شدن که تمامی اینها کار همون سرباز جوان بوده. مدتی بعد سرباز دوباره به خونه اونها میاد و هر طور شده زن رو راضی میکنه که با اون به اتاق برن و بدنش رو به اون نشون بده. همین کار رو هم میکنن و زن وقتی بدن اون پسر رو میبینه متوجه میشه که روی بدنش جای سیگار و فشنگه که معلوم میشه اون پسر توی پادگان خیلی مورد آزار و اذیت قرار گرفته. زن بعد از این ماجرا به خونه عمش میره و با اون هم در مورد این قضیه حرف میزنه. بعد هم که برمیگرده به خونه یک کیسه پر از میوه و گردنبند طلا رو میبینه که اون سرباز براش کنار گذاشته. زن هم از این کار سرباز خیلی خوشش میاد و برای اولین بار احساس زن بودن میکنه. اون که انگار دیگه خیالش از همه چی راحته، هر چیزی که توی زندگیشون رخ داده رو برای شوهرش بازگو میکنه. از اینکه شوهرش عقیم بوده و بچه دار نشدنشون به خاطر اون بوده تا اینکه بابای اون دوتا دخترشون یکی دیگه بودن و حتی خودش هم خبر نداره کی بوده رو براش تعریف میکنه. همینطور که داره حرف میزنه و شوهرش رو غیرتی میکنه که انگار اون بالاخره از کما بیرون میاد. مرد که این چیزا رو شنیده به شدت عصبانی میشه و قصد داره تا زن رو خفه کنه. اما زن چاقویی که پشتشه رو بر میداره و شوهرش رو میکشه و وقتی سرباز میاد و اونها رو توی اون حالت میبینه فیلم به اتمام میرسه.